داستان زندگی همه رو گفتیم، داستان زندگی امین مشکی خدا بیامرزم بگیم. محمد امین زوری بچه سیستان معروف امین مشکی متولد 71 بود. امین مشکی چند سال پیش آرایشگر بود که با بدشانسی تمام خانم خدا بیامرزش فوت میکنه. امین خیلی همسرش رو دوست داشت، خیلی. به همین خاطرم تا چندین سال لباس مشکی رو از تن خودش در نمیاره. بعدش هم که میره سراغ ماشین بازی تا یه جوری سر خودش رو گرم کنه. سر اون مشکی پوشیدنش دیگه همه امین مشکی صداش میکردن. 4 روز پیش امین مشکی حدود ساعت 10 شب بود که از جاده کلاته داشته برمیگشته. تو راه برگشت تصادف میکنه. 4 نفر تو ماشین بودن که هر 4 تاشون فوت میکنن متاسفانه. توی تشییع جنازش 12,000 نفر شرکت کرده بودن. خیلی ها واسه جذب